توضیح بدیم چطور برخی رفتارها و لباسها ممکنه یه پیام‌هایی رو ارسال کنن که نوجوان ما نخواسته اون پیام‌ها رو بده. بعد کمک کنیم بفهمه محیط اجتماعی چه تأثیری داره. مثلا چه لباسی برای محیط اداری و کاری و آموزشی مناسب‌تره و برای مهمونی‌های خانوادگی و جمع‌های دوستان آزادی انتخاب بیشتری بهش بدیم. اما تاکید مهم اینه، این توضیح دادن نباید در قالب این باشه که چون تو ممکنه تحت قضاوت باشی پس ما مجبوریم که این محدودیت ها رو برات قائل باشیم. نه، بلکه باید در قالب این باشه که من میخوام تو رو توانمند کنم، میخوام بدونی که هر لباس یا آرایشی ممکنه ناخواسته چه پیامی رو بده و تو بتونی انتخاب آگاهانه تری داشته باشی.